ببینه که تاجیکی خود چه در غریبی و چه حال آورده است، چه قدر به او ظلم و ستم کرده است. حتی اون شرمگاهش برو ورده و میخواه که در دهن برادر مسلمانش بمونه. الله شما وار مسلمان ها را ذلیل و خوار بکنه که نه با برادر مسلمان تاجیک خودت این قدر ظلم و ستم بگینی. با ما مینالیم که ما را در غریبی همه قدر ظلم و ستم میکنن. ایس در روسیه، در قزاقستان و در کورستان ما را همه قدر ظلم و ستم میکنن. وای بر حال شما وار مسلمان ها که با برادر مسلمان خودت این قدر ظلم و ستم میکنی. وقتی که تاجیک خودش این خیلی ظلم و ستم بکنه، وقتی که مردی تاجیک دختری تاجیک به خاطر دکار قبول کردن او را به زنا دعوت بکنه. بعضی همه خیلی تاجیک های هستند که دختری تاجیک در راه میمونه، او را به کوارتیر دعوتش میکنه، میگه من جات میتیم به جای کار تأمینت میکنم، میبیارش به او زنا میکنه و او را بعد بیرون در میکنه. مردن شما و تاجیکا بهتره که شما به تاجیکی خودتون به مسلمانای خودتون رحم نداری. الله بر شما رحم نمیکنه، این یقین بدونی. همین ذلت خوری که در غریبی هسته مردم تاجیک در بدر مردم هسته، ایده بدتر شما انتظار شوی. خداوند در قرآن میفرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما میآید با سبب همون گناهایی هست که شما انجامش میدید. این قدر ظلم و ستمی که بر سر همدیگر میکنه، شما چی را انتظار هستی؟ انتظار باشه که الله رب العالمین از این بدتر شو بر سر شما میاره.